سلام، امیدوارم حال دلتون خیلی عالی باشه. برای سفر از کانادا به اروپا چه چیزهایی رو میتونیم با خودمون ببریم که خیلی ضروریه و اما فقط من میتونم یه کوله پشتی همراه هم ببرم با یه کریان کوچیک. حالا سایز کوله پشتی رو الان بهتون نشون میدم. چرا باید تمام وسیله های من توی اینجا بشه و کریان؟ به خاطر اینکه ما 4 نفریم، قرار چند تا کشور رو با ماشین و یا هواپیما سفر کنیم و اگه قرار بود که هممون چمدون بیاریم توی یک ماشین جا نمی‌شدیم. در نتیجه من همه لباس هام که فکر کنم حدود 20 دست لباسه قراره که تو اینجا بشه. بریم ببینیم چه چیزهایی مهمه که توی سفر با همون باشه. توی سفرهای طولانی معمولا بدن ما آبش از دست میده، الکترولیتاشو از دست میده و این پودرهای آیوی خیلی کمک میکنه که توی سفر شما خیلی سرحال باشید، سردرد نگیرید. این پودرها به صورت روزانه هست، 7 تا ویتامین داره و الکترولیت بدن که از دست میره باعث سردرد و بیحالی میشه. این پودر آیوی اولین چیزیه که من داخل کیفم میذارم و هر روز یه دونه میریزم تو آب و میخورم و توش پتاسیم و سدیم داره. برای اینکه موهامو همیشه بتونم فر کنم یه دونه از آمازون این بابلیس رو اوردر دادم که نوشته با 220 ولت کار میکنه. البته سریش این مدلی بود ولی من به کاستومر سرویسش ایمیل دادم و گفتش که هیچ مشکل نداره، اونجا با سری جدا میتونی استفاده کنی. اینم خیلی ضروریه. برای تبدیل شارژرامون توی اروپا باید اینا همراهمون باشه چون اونجا 220 ما کانادا 110 در نتیجه کلگی فرق میکنه. اینا رو آمازون میتونید به راحتی اوردر بدید، حتما همراهتون باشه برای شارژ کردن گوشی، خیلی به دردتون میخوره. این پدها که داغ میشن، کمپرس آب گرم اگه نیازی داشته باشه جایتون درد کنه، مثلا کمرتون درد کنه، این رو فشار میدید و اگه شد و به راحتی شروع میکنه به داغ شدن توی سفر. اگه همراهتون باشه خیلی به دردتون میخوره. داغ شد، خیلی هم داغ شد. بعدش هم میندازید تو آب جوش، دوباره شل میشه و میتونید دفعه بعدم استفاده کنید. 1000 بار مصرفه. پودر سرماخوردگی حتما همراهمه چون بعضی موقع میبینی یه کوچولو هوا چیلی خنک میشه، گلوتون احساس خارش رو درد میکنه. به جای اینکه برید اونجا دنبال داروخونه بگردید و پیدا کنید، از این پودر رو بردارید. پیاده روی زیاد داشته باشیم 2 تا کتونی برمیدارم. من 2 تاشم از برند آنه چون که اینو باشگاه میپوشم، خیلی راحته. یه جفت سفیدش هم برای این سفر گرفتم. این 2 تا خیلی سبکه و خیلی راحت. یه صندل برای لب ساحل ولی نمیدونم که اینجا خواهد شد یا نه. بعد این رو ثانیه آخر ببینیم که جا میشه این عزیز دل رو با خودمون ببریم یا نه. برای این سفر 2 تا کلاه اوردر دادم که یا اینو باید ببرم همراهم، یه دونه میتونم ببرم، یا اینو. باید ببینم کدومش رو میتونم ببرم. فرق نمیکنه، لباسا رو تا میکنم میذارم این داخل و اینو به راحتی توی این کوله پشتی کریان جا میدم. ولی یکشو باید ببرم. کدومش رو ببرم؟ اوه خدا، صخره بدون چمدون به خدا. الان تو تابستون اروپا خب خیلی گرمه، 35 درجه 38 درجه. من خیلی شنیدم که اونجا همه یه پنکه دستی میگیرن که جنساشون هم خوب نیست. من از آمازون، هنوز بازش نکردم، من از آمازون این برند رو خیلی سرچ کردم که خوب بود و 2 تا پنکه دستی گرفتم که اینجوری گرم شد توی صورتمون بگیریم و خنکشیم. با شارژ میشه، با همین تبدیلی که آوردم شارژ میشه به راحتی و 3-4 روز میمونه شارژ. این هم یکی از چیزای ضروری تو سفر. گرما اذیتمون میکنه. پیاده روی میکنیم بالا. چسب زخم شیشه‌ای، دستمال سانیتایز ضد عفونی، ژل درد، یکی از چیزهایی که ضروری همیشه همراهم باشه.
مگه میشه یه ترک سفر کنه با خودش چای 2 غزال با هل نبره؟ اونجا معمولا چایهای انگلیسی هن و هیچی جای اینو نمیگیره برای من. قرص معده، اعصاب معده، نمیدونم سردرد، با قرص حساسیت هم گذاشتم که من خیلی استفاده میکنم از این 3 تا قرص. و اما 20 دست لباس که قراره که نمیدونم اینا رو چجوری من اونجا برسم، باید یه روز فقط اینا رو اتو کنم، ولی تو رنگ های مختلف گرفتم که عکس های جذابی براتون بگیرم. یه سریشو آنلاین از سایت سایدر گرفتم، یه سریشو از گاراژ گرفتم، یه ست نایکی هم گرفتم که توی هواپیما با کتونی بپوشم که توی مسیر یه موقع اذیت نشم. خیلی خوش رنگه، بنفش، محبوب دلم. کلی تحقیق و بررسی بالاخره تونستم یه صندل پیدا کنم که یه روز داخل خونه دارم میپوشمش. خیلی نرمه، اصلا یه چیز عجیب غریبیه، قیمتش هم خوب بود. میدونی دیگه این اصلا استایل من نیست این مدل صندلا، ولی خب برای سفر و با این پیرنهای رنگی رنگی فکر کنم باحال بشه. نمیدونم از این کلاها ببرم یا نه، ولی سفیدشو نداشتم دیگه، نخریدم حقیقتا. گفتم دیگه خیلی خرجی نکنم، برم از اروپا بخرم، ارزون داره. یه دونه یا اینو میبرم یا اینو، نمیدونم نظرتون به کارم میاد. میبرم شیک شو اگه جا شد. کلاه پشتی جا بدیم. واقعا برند جالبیه، از آمازون گرفتم و اینو یکی از دوستان برای من فرستاده، گفت فقط اینو بگیر و هر چی لباس داری بذار داخلش. مگه میشه؟ مگه داری؟ چیزای دیگه که گذاشتم یه چند تا کمربند بود، طلا نمیبرم، این دستبندامم در میارم، انگشتر جواهر هیچی نمیبرم چون که شنیدم دوز زیاد داره. ولی چند تا کمر میذارم با شامپو، کرم مو و لوازم آرایش دیگه. بکنم آمادم دیگه، چمدونم دیگه پر میشه. اگه بتونم یه سری از وسایلم هم بندازم تو چمدون رضا که دیگه عالی میشه. ولی اون همیشه وسیله‌هاش از من بیشتره، باور کنید که همیشه رضا وسیله‌هاش از من بیشتر میشه. ولی anyways مثلا میکنم این کمرها یه سری چیزها رو بذارم داخل کفشا که بتونم جا پیدا کنم دیگه. چه کنیم؟ خیلی سخته. من همیشه چمدونای بزرگ بردم مسافرت‌های مختلف و الان حس میکنم که یه جوری احساس امنیت ندارم، چیزایی که میبرم کمه. ولی یعنی چون تابستونه لباس رنگی‌ها و لباسای تابستونی خیلی کم حجمن، خیلی حس خوبی دارم، لباس زیاد میتونم ببرم. فقط کفش و پاشنه بلند اصلا دیگه نمیتونم ببرم، جا ندارم. یعنی با همین کتونیا و صندل میرم. نمیدونم اگه بخوام عکاسی خیلی خفن کنم میرم میخرم دیگه ها. آره میرم میخرم، چیکار کنم اگه خواستم عکاسی خفن کنم. اگه نه دیگه همینجور ساده دیگه باحال. اسپورت چه اشکالی داره؟ چرا؟ ببین این کوله پشتی هست، من با عمه و جیبو اینها رو اتو کردم و به این شیوه میخوام بذارم و فشارش بدم. اتو هم کردم چون که چیزا اونجا میریم هتل، ولی خب فکر میگردم خود لباسه زد چروک داره. بعد خیلی جا میگیره قشنگ، چون الان 2 دستی رو پایه گذاشتم موبایلو، همه لباسام بتونم تو اینجا بکنم. و دیگه لوازم آرایشی بهداشتی رو میذارم تو کریان که میره تو چمدونا، یعنی میره تو قسمت بار.